نظر اسلام درباره کسانی که ریش خود را میتراشند چی است؟ و سوال دوم، ما خوش ندارم که ریش بانم، چه باید بکنم؟ خب نظر اسلام در مورد ریش ای است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مردهای امت خود امر کرده که در قسمت ریش امر کرده که شما ریشایتان بگذارین و بروتایتان کم کنین. پس وقتی که شما ریشتان کل میکنین، یک امر از اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم شکستانده، امر الله را شکستانده، چون الله بر ما میگه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما اطاعت از کی بکنین؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین. الله امر کرده که باید از او اطاعت کنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما امر کرده که باید ریشایتان بگذارین. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد، امر رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به وجوب میکنه تا وقتی که کدام قرینه مانعه نباشه. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که شما ریشتان بگذارین، پس واجب از بالای شما که شما ریشتان بانین، شما ترک یک واجب کردین. وقتی که ریشتان کل کردین، گناه دیگه ای است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که شما مشابهت با کافران نکنین. اکثرا کافران ریش کل میکنن و دو نفر از منطقه فارس، همین فارس قدیمی که ایران افغانستان بود، یا پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتن و ریشایشان کل بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت، بعضی کسا میگن که اون وقت پل ریش نبود، ماشین ریش نبود، بود، اما اگر تو لوکسی که امروز است نبود، لکن به شکل تقلیدیش یا کلاسیکش بود. رسول الله هم گفت چرا شما ریشتان کل میکنین؟ اونا گفتن که این دین ما هست. مجوسیا در دینشانی است که باید یک کس ریش خود، بروت خود، سر خود کلش کل بکنه. رسول الله هم بر طرف ریش خود اشاره کرد، گفت هذا دیننا، اینمی دین ما هست. پس ریش گذاشتن علامت یک مسلمان است. در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، لعنت خدا هست سر مردهایی که خود مشابه با زنها میسازن. وقتی که ریش خدا کل کرد، روی خدا مشابه با چی کرد؟ با خانم ها کرد. از این خاطر مستحق لعنت شد و علما میگن که لعنت گناه کبیره هست. پس با ریش کل کردن ما تقریبا عوض یک گناه چندین گناه کردیم: مخالفت امر الله، مخالفت امر رسول الله، ترک یک واجب، مشابهت با کفار، مشابهت با زنها. و این پولی که مصرف میکنیم و این وقتی که ما مصرف میکنیم در ریش کل کردن، این کل از این در گناه ها حساب میشه. این که شما ریش خوشتان نمیاد، شما تجدید تقوا بکنین. چرا ریش خوشتان نمیاد؟ حتما بیریش خوشتان میاد. وقتی که ریش خوشتان نمیاد، برعکس از او ریش کل خوشتان میاد. اینال شما اگر سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخوانین، سیرت صحابه کرام بخوانین، سیرت پیغمبرها را بخوانین، محبتتان با پیغمبر و آل بیت و پیغمبر و صحابه کرام پیدا شود، خود به خود ریش خوشتان میاد. میفهمین که والا صاحب من خوش هستم. شاید اگر ما ریش خود کل بکنم، خوب روی ما تو جلق بلق بکنم، شاید مردم بگه والا استاد چقدر جوان است، سعی چه خوب جوان است، من بتونم که ازدواج دومی هم بکنم، شاید بسیاری دخترها سر ما بازی بخوره. اما وقتی که مریش خودم میفهم که امیدیش سفید من، امی چهره من مشابهت با چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داره، من محبتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم دارم میخوام چهره خودم با او بسازم. پس وقتی که شما را ریش خوشتان نمیاد، حتما یک بچه فیلمی که ریش خود کل میکنه او خوشتان میاد. شما اگر محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قلبتان جای بتین، ان شاء الله تعالی تجربه بکنین و تقوایتان بیشتر بسازین. آثار تقوا که در قلب باشد در چهره هم دیده میشه. ان شاء الله تعالی حتما ریش خوشتان میاد. موفق باشین. تشکر.